یعنی به جرئت میتونم بهت بگم که یک مهاجر مخصوصا 5 سال اول زندگیش مثل یک کلاف سردرگمه، اصلا نمیدونه باید چیکار کنه، نه دل برگشت داره، نه میتونه دلش یک دل کنه که بمونه، به خاطر اینکه داره میبینه همه چی رو باید از اول شروع کنه. مخصوصا این مدرک تحصیلی که سوال خیلیاتون بود. ببینید کانادا و امریکا به هیچ عنوان مدرک تحصیلی ایران رو قبول نمیکنن. حالا به خاطر رفتارهای بشردوستانه‌شون میان میگن که مثلا نمیتونن مستقیم بگن که ما قبول نمیکنیم، ولی خب مشخصه دیگه، نه خودمون رو گول بزنیم. حالا باید یه دوره کالج یا دانشگاهشون رو طی کنیم یا باید تطبیق مدرک بدیم رو و این پروسه طولانی رو طی کنیم تا بتونن مدرک تحصیلی ما رو قبول کنن و تازه سر دیگه کلاف اینه که کار پیدا کنی و ازت میخوان که سابقه کار کانادایی هم داشته باشی. اینا رو گفتم که اصلا بدونین قدم اولی که شما میخواین مهاجرت کنین مدرک تحصیلیتونه. گول این اونو نخونی. ای بابا عمران خوندی برو اونجا، میدونی چقدر ساختمون سازیه، مثلا پزشکی برو، انقدر اینا کمبود پزشک و پرستار دارن. شما باید دوره حداقل 3-4 سال رو برای گرفتن مدرک تحصیلی یا تطبیقش بگذرونید تا بتونید اینجا کار کنید و به قول اینا کوالیفای بشی برای این حالت.